درود دوستان، همه کس عبدالله خوجایف را دستگیری میکنیم. امروز 22 اکتبر در ابودابی شرکت UAE واریورز مسابقه برگزار میکند و در این مسابقه ورزشکاری نامدار تاجیک عبدالله خوجایف بر ضد ورزشکاری برزیلیایی فیلیپ دوگلاس میجنگد. خاطررسان میکنم که شاید یک ماه یا 2 ماه پیش عبدالله خوجایف مبارزه داشت و در آنجا دستبالا شده بود و ما میبینیم که عبدالله خوجایف نمیخواهد طولانی استراحت کند و باز اینا بر ضد ورزشکاری برزیلیایی امروز مسابقه میکند و امیدواریم که عبدالله خوجایف دستبالا میشود. دوستان در کامنتاری عبدالله خوجایف رو دستگیری کنید، دعا کنید که او دستبالا شود امروز و انشالله که ما شاید که سال آینده عبدالله خوجایف رو در لیگ UAE واریورز قهرمان بینیم. خاطررسان میکنم که عبدالله خوجایف قهرمانی تاجیکستان، قهرمانی ایران اوید به تکواندو و قهرمانی ایران اوید به گشتنی طرزی آزاد، هم در پرتر خوب است و هم در راستا جنگ کردن، پا دست، با قول انگلیس‌ها یونیورسال نیبایت است، یونیورسال جنگاور، همه طرفه در زمین در راست همه طرفه خوب جنگ میکند و امیدواریم که امروز دستبالا میشود و همه مردم تاجیک پارسی زبان را خوشحال میکند، چون که عبدالله خوجایف در ایران زندگی میکند، در اونجا زل باشگاه دارد، در اونجا هم با حیث مربی و هم خودش تمرین میکند. دوستان یک بار دیگر عبدالله خوجایف رو در کامنتاری ها دستگیری کنید، با او دعا کنید که دستبالا شود و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. من بعد محاربه امروز بگاه یا که فردا صبح با شما چی طوری گذشت مسابقه حتما نقل میکنم و انشالله که خبری خوش میرسونم. خدا یار و یاورتان بود.